دروغگویی‌های ایلهام یعقوبوف را البته ما در آن می‌بینیم که او یکمی که شخصی که از وطن دور از تاجیکستان دور است از اصل واقع امروز از نسبت امروز حیات تاجیکستان امروزی ما از آن سیاست امروزی دولت او هیچگاه یگان معلوماتی دقیق درست ندارد خواجگان خارجیش به او پیشنهاد میکنند که تو باید که علمی گپ‌ها رو علمی سخن‌ها رو امروز نسبت دولت نسبت تاجیکستان بیان کن میگویند او رو همچی گوییم که یک توتی سخنگویی که با هر چی که فرمایند همه رو میگوید زیرا این معلوم است که زیرا که او که وقتی که مبلغ میگیرد پول و ثروت میگیرد منفعت میگیرد وظیفه‌دار است که هر چی که به او فرمایند علم سخن‌ها رو علم گفته‌های خواجگان خارجی خود را بیان میکند چنین رفتار ایلهام یعقوبوف معنای آن دارد که او وطن را ملت خود را فروخته است وطن و ملت خود را بهر پول و ثروت بهر آن منفعتی که از خارج در خارجی می‌بیند از خواجگان خارجی خود می‌بیند او فروخته است